بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحابته و من والاه و بعد. بینندگان عزیز و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز با یکی دیگر از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم آشنا میشیم. این شخصیت آوازه و شهرتش اونقدر زبان زد عام و خاص هست که بر هیچ کس پوشیده نیست. او شخصیتی بود که قلبش ندای حق را سالها پیش از اسلام آوردنش استجابت کرده بود. شهرها و ممالک را در جستجوی حق و حقیقت پیموده بود و هر کجا که حق را یا حقیقتی را سراغ داشت به سویش هجرت کرد. او شخصی بود که خانه و کاشانه و سرزمین دیارش را به سوی حق ترک کرد. او شخصیتی به نام از سرزمینی بزرگ، سرزمین فارس و ایران بود. او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، شخصیتی که آوازش زبان زد عام و خاص هر مسلمان است. او داستان خود را چندین بار برای دیگران تکرار کرد. اولین بار برای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره و بعد از سالها بار دیگر برای صحابی جلیل القدر حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه. سلمان می‌فرماید من مردی هستم از سرزمین فارس، از روستایی به نام جی در اطرافی های اصفهان. پدر من کدخدا بود و در ضمن مسئولیت آتشکده هم به عهده داشت. من را هم بسیار دوست داشت، همانند دخترانش بلکه بیشتر، و لذا من را مثل دختران در خانه حبس کرده بود. کارهای خارج از خانه را به من واگذار نمی کرد. بسیار مرا دوست می داشت و رعایت می کرد. زمین حاصل خیزی داشت و هر از گاهی به ندرت مرا برای رسیدگی به زمینش و کشاورزیش می فرستاد. در یکی از همین روزها که برای رسیدگی به کار کاسبی پدر از خانه بیرون رفته بودم، صدای آواز غریب ولی آشنایی را شنیدم. آن نماز عده‌ای بود در اطراف اون روستا در یکی از کلیساها. تا مغرب با آنها نشستم. دیدم که دینشون و آیینشون با ما فرق می کند و گویا این که به خدا نزدیک ترند. از آنها پرسیدم که اصل این دین را در کجا می توانم بیابم. آنها مرا به شام راهنمایی کردند و لذا گوش به زنگ بودم تا اولین کاروان از شام رسید. بار سفر بستم و از خانه فرار کردم و به قصد هجرت به سوی حق و حقیقت به شام رفتم. در آنجا که رسیدم مرا بر شخصی که اسقف نام داشت وارد کردند و از او و در کنار او دین مسیحیت را آموختم. ولی از آن جایی که خود را وقف این کلیسا و اون شخص کرده بودم، احساس کردم که رهبر خوبی نیست. دیگران را به صدقه دادن دستور می دهد ولی خودش اندوخته می کند. دیگران را به تقوا و معیارهای دینی دیگر تشویق می کند و خودش اهل آن نیست. وقتی که مرد، دیگران پیروانش را از این جریان مطلع کردم. گفتند شاید اشتباه می کنید. گفتم خیر، بیایید تمام اون اموالهایی که برای خود ذخیره کرده هست رو بهتون نشون بدم. طلا و مجوهراتی که اسقف برای خود
ذخیره کرده بود را به آنها نشون داد. فهمیدن که از دین و مذهب سوء استفاده می کرده و لذا او را به جای اینکه دفن کنند به دار آویختند و آن را صلیب کردند تا عبرتی برای دیگران باشد. سپس شخصی را به جای او برگزیدند که بهترینشان بود از زهد و تقوا. در کنار اون سلمان برای ما تعریف می کند. می گوید در کنار اون موندم، در زهد و تقوا و طاعت و عبادت و دنیاداری و آخرت طلبی هیچ چیز کم نداشت. احساس کردم که الان توانستم از اون خیلی چیزها را بیاموزم، برای رسم زندگی و دینداری را از او بهتر یاد بگیرم. ولذا زمانی که در آستانه مرگ بود از او پرسیدم تو را چنین حال است که میبینی، مرا به چه کسی بعد از خودت راهنمایی میکنی؟ اون شخص سلمان را به موصل به نزد شخصی دیگر میفرستد. در اونجا کلیسایی هست و شخصی هست که با تقواترینشون در روی زمینه. من نمیخوام کل داستان و ماجرا را از اول تا آخر و آن چیزی که برای ما تعریف شده در تاریخ بازگو کنم، ولی چکیده آن این است که سلمان پس از موصل به اموریه می رود، دوباره به شام برمیگرده و در اونجا از اون زمان می شنود که پیامبر آخر از زمان در سرزمینی پر از نخلستان هجرت می کند و یارانی می یابد و آنجاست که مشخص و ظاهر می شود. بعد از وفات آن راهب و آن رهبر، حضرت سلمان می‌فرماید من راهی سرزمین یثرب شدم، جایی که انتظار می‌رفت در آنجا پیامبر خاتم ظهور کند. در حالی که در یکی از روزها در مدینه منوره بالای درخت بود، احساس کردم خبری از پسر صاحب کارش یا اربابش بهش رسیده. اون میگفت که بنی قیله که منظورشون همون عربهای مکه بود، مدینه بود، در قبا منتظر هستند، منتظر رسیدن شخصی از مکه هستند که انتظار میرود او پیامبرشان باشد. سلمان میگوید حالم عوض شد و احساس کردم که منتظر یک حادثه هستم. فوراً از نخلستان، از نخل پایین آمدم، خبر را جویا شدم، ولی احساس کردم که یهودیان نمیخواهند من پیامبر را ببینم یا مشاهده کنم. شب هنگام با یک مقداری از خرما وارد خیمه پیامبر شدم و در کنار اون تقدیم کردم، گفتم این صدقه است که اربابم به من داده و میگه که باید به شما برسانم. دیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون دست نزد و به یارانش گفت بخورید. با خود برگشتم، احساس کردم یکی از علامتهای پیامبر خاتم که هدیه میپذیرد اما صدقه رو نمیپذیره رو گرفتم. روز دوم همین کار رو کردم، ولی در مدینه منوره خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم حاضر شدم و باز هم با مقداری خرما در نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم حاضر شدم و گفتم مثل اینکه شما صدقه را نمیپذیرید، امروز با هدیه وارد شدم و اومدم که صدقه بدم، هدیه تقدیم کنم خدمت شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اون خرما خوردند و سپس بقیه هم به اصحاب دادند. برگشتم و با خود گفتم این هم علامت دوم از این که پیامبر خاتم صدقه را نمیپذیره ولی هدیه را قبول میکنه. در یکی از همین روزها هم زمانی که شخصی از میان مسلمان ها وفات کرده بود و در بقیع اون رو دفن میکردند، در کنار پیامبر و اطراف پیامبر میپیچیدم و دور میزدم. پیامبر متوجه شد که میخواهد ختم نبوت را و آن نشان نبوت را بر دوشش ببیند. در حالی که پیامبر فقط یک ردا بر بدنش بود، او را کنار زد، گفت سلمان اگر این را دوست داری ببینی ببین. آنجا بود که شهاده گفتم و در کنار پیامبر
او را در آغوش گرفتم و بر اون بوسه زدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که حالا مطمئن شدی؟ گفت آری، بگذارید من داستانی طولانی دارم برایتان تعریف کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم سلمان را با خودش به مسجد آورد، مسجد النبی، و در کنار و جمع صحابه داستان هجرت خودش و زندگی طولانیش را در جستجوی حق و حقیقت برای همگان تعریف کرد. سلمان راه درازی در پیش گرفته بود و یکی از نمونه انسان‌هایی است که برای رسیدن به حق و حقیقت در واقع ایثارها، گذشته‌ها به خرج دادن. ایثار تا اون حدی که خود را برده کرد. برده یک یهودی در مدینه چگونه خود را آزاد کرد، با که گنج بسیار زیادی که پرداخت کرد و چگونه توانست یک مشاور مطمئن برای اسلام و سپاه اسلام باشد و بعد از آن با چه تواضعی برای مسلمان ها امارت کرد و گنجینه بزرگی از علم و ادب و معرفت فارسی همراه با علم و ثروت دین برای دیگران به جای گذاشت. او یکی از یاران بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که راویان حدیث هم هست. راهش مستدام و راه کسانی که و داستان زندگیش درس عبرتی است برای تمام کسانی که مشتاق حق و حقیقتند. خداوند از او راضی و خوشنود باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.